شما شیطان‌های انسی با این سخنچینی‌تان سبب پراکندگی ما برادرها شدن نمی‌توانید. دکتر اسراری گیر این پلید رو نیز از دکان بیرون کن. اوه هم دکان احمد اکام اگه جمعه کو هم مسئله دک کورقچه میکنم بعد زنگ کن میزنم. خوب دار. سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزیک جون سلامتی خوبه. برو برکات سوزان. شما سوزین. خوب چی؟ چه داری اکا؟ هیچ یک جون یک خبر گفتم بگیرم. مرا شناختی بخیر اکا؟ بله اخی برادر عبدالله جان و برادری که هجامه میکنه. مون برادر او چطوری برادری اخی؟ چوکا اخی همه وقت یه جایی بودین ویدیو میکردین. یا بود معقوله که ما هم خیال که این برادریم نکی قطعی ختم برادر بود نکی نسبت ختم گپای بیزی میزنم. نفهمیدم اترا. من بسیار قطعی وقت میگذارونم. سیوم کم میکنیم در دکانش بسیار میرم. برادر خیلی چند ویدیوی شما را نشون میتونم این برادر بسیار چیزای خوب میکنه. بگم اگر شما را هر خی گپای گند نمیزنم. ما و برادر را نغز میشناسیم. اما شیطان جز تو دیگر خبررسان نیافت. اوف ای که خبرم کردی از غیبت ناکس پیشم تو مگو از سخن زشتی هر کس. شیطان تو رو مسئول عیب دیگری کرد زینهار به من مگو غیبت هر کس. اگر ما برای خوبی خودت میگیم او برادر ما خود نغز میشناسیم. مرحمت برادر جان خوش اومدی. ولی اگر خودت میفهمی چه خیلی آدم ای بعد در خانه خدا باشی یک کس خوبی میانو میگوید خسته شدیم از خیلی انسان‌های خبرکش. از پشت این خیلی انسان‌ها برادری ما جدا میشود. الو لبای که عبدالله سوزی خوبی؟ الحمدلله برادرم. کجا یکا؟ در دکان هستم. دکان دی؟ یا پیشت بیام اگر زیارت کنم؟ مایلش آخر مایلش بیاین ان شاء الله. مایل خوبه که جان میام وزی. دکتر جان داره اوی که مهمان اومد. خب واجی برادرم واجی. بیا برادر. بیا. سلام علیکم. سوزی خوبی برادر جان. و علیکم السلام. کی مهمون؟ مهمون اکد جان. بیا السلام علیکم. شما الحمدلله شما چه خیلی خوبین؟ هیچ یک جا خبر گفتم بگیرم. هی سلامت باشین. خوش اومدم بار دیگه. گیری از دهر شیرین کنین. خجان برای کاری مهم اومدیم پیشه. میدونی که ترا به خاطر الله دوستت میدارم. هم دلم طاقت نکرده که باید بگم ده هم گپ کنم. خب برادرم گوشم در شما بفرمایید. اما احمد میرزایی فکر اخی؟ بله میشناسم. برادر اخی میگویم. بله. چند بار ویدیو کردین قطعیش دوستی عزیز قیامتی. در دکانش بودم. با نیتی خوب رفته بودم. ترا سخنوی بیزه بگو همجا خیستم قرم کردم اومدم. اکنون بس است. اگر تو راستگوی باشی پس تو سخنچینی و اگر دروغگوی باشی تو فاسقی. ای ابله و ای سخنبری پرزگونا نمیشد که سخن نبرده میکردی پناه. آبروی تو را خصلتی بد پس کند واللهی که بد گفته رود بالاخره به زیر چاه. در حیات شرم نمیداری اینقدر سخنچینی سخنبری میکنی. یا کما با فایده خودت گپ زدیستم و چیزی دیدگی من گفتم. خیز از جایت با قدم نوپاکت اینجا رو نوپاک نکن. یا خیلی سخنچینی میکنی. برو روید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکا عبدالله. و علیکم السلام و رحمت الله. احمد جان خوب هستی؟ شکر خدا. مایده کار زندگی کارو نازک اما خوب. الحمدلله. خواستم که یک مثال ها را دوامش را از زبان شیرین شما شنوم. بفرمو برادر جان. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد بیگمان عیب تو پیش دیگران خواهد بود. ای ماشاءالله انشاءالله که در کار هستی بگاه زنگ زده با گپ میزنیم ناراحت نمیکنیم. خب برادر عزیز برای کار. خب سلام علیکم و رحمت الله. ماشاءالله. شما شیطان‌های انسی با این سخنچینی‌تان سبب پراکندگی ما برادرها شدن نمیتوانید. دکتر اسراری
گیر این پلید رو نیز از دکان بیرون کن. أعدوا ما استطعتم أرهبوهم أقيموا الحرب حيث ثقفتموها خذوهم واحصروهم واقتلوهم يعذبهم وينصركم عليها ويشفي صدور قوم مؤمنين